در جامعه هست نفرهایی که مجبورشون میسازی چاپلوس باشن، نفرهایی هستن که خودشون طبیعتشون همین خیلی است و نفرهایی هستن که آیا اجازت میتن یا نه که برای اونها چاپلوسی بشون. فهمیدی؟ این چیز هم رول بازی میکنن. خب یعنی تملق‌کارها در جامعه ما هست، کودکای ما هست، از کودکیشون تملق‌کارشون کردگی هستن، از صدیق سر کرده در مکتب میونه، دانشجوهای ما، معلمای ما، دکترای ما، وزیران، سودیا، همه چیزا میل اینها رو ما یک طرف میذاریم. ورزشگر نفری که در میدان میبراید خب مشت میکنه میزنه، خب ورزشگر. و یکی نفر دیگه نفرهای حربی، خب اینها نفرهای فرق کننده هستند، یعنی اینها برای جامعه جسارت نشون میدن. چین ورزشگر باشد، ورزشگری که خب امروز بگیم در UFC هستن، MMA هستن، این چیزا هستن، یا نفرهایی که در ارتش هستن، اینها نشون میدن چی را؟ جوانمردی را برای جامعه. اما وقتی میبینی که ورزشگرها چاپلوسی میکنن، ورزشگر در رینگ میبراید، اینقدر زیبا کار انجام میده، شما فکر میکنید ما برای شما بلشکی نمیکنیم، شما فکر میکنید که ما خب پروایشمون نداره. نه، برای ما میدونیم که وقتی شما غلبه را به دست میارین، غالبیت را به دست میارین، بیرق تاجیکستان بلند میشه. ما میدونیم که شما وقتی غالبیت را به دست میارین، ایمیج تاجیکستان بالا میرود. ما میدونیم که وقتی شما غالبیت را به دست میارین، نام تاجیکستان گرفته میشه. خب ببینید، یک حبیب، یک ورزشگری که از یک منطقه دوردست داغستان، یک شخص خب یک راه درست استفاده بود رفت به جایی رسید که کشورش وطنش معرفی کنه. امروز کل دنیا میدونه زادگاهی او را، وطنش میدونه. برای چی؟ ما میتونه که به طریق همین ورزشگرامون همین گونه کشورمون چهار کنیم، یعنی که معرفی کنیم. اما کار زیبا را انجام میتن، میان در آخر پیشوای ملت، اساسگذار، چین چیزا. شما اتوماتیک مردم از خودتون دور میسازید، اتوماتیک نفرت مردم رو برای خودتون میارید. در نزد شما سه چهار چاپلوسی درجه عالی دیگر حتی شرم نمیدارن، ایزا نمیکشن که اینها در نوار میان، مردم میبینن، در گوشای شما میخونن تشکر به جناب بگو، تشکر به امکین بگو، تشکر به تقای فلانی بگو. شما همین زیباگیتون رو از دست میدین، همین غالبیتی که به دست آوردگین به دست سخن، یعنی که به دست سخن چاپلوسی خودتون نال میسازه، خودتون واقعا نال میسازه. یعنی که در حیرت میمونه که میل یک کودک است، یک نمیدونم رقاصه است، حافظ است، میل. اما وقتی یک ورزشگر، یک نفر پهلوان، قهرمان میخزد چاپلوسی میکنه، واقعا عیب است، خداری کنید. اما خدا را شکر که در بین همه این کشورها باز نفرهایی را ما میدونیم که خداری کردگیان، نفرهایی را میدونیم که از صحنه دورشون کردگیان اما چاپلوسی نکردن. نفرهایی را میدونیم که از دستگیری خب بگیم این تیم هایی که ورزشگران را کمک میکنن، از اون دستگیری غافل موندن، اما خداری کردن از چاپلوسی. خداری کنین همون زیباگی را که دارین نشه که برای یک چاپلوسی، برای یک کاری بد شما یعنی از دست بتین همون زیباگی خودتونه. ضررش چی است؟ ضررش ما در اینجا سوال بدیم ضررش چی است؟ ضررش این است که جامعه را غلام طبیعت میگردونه. همین بیماری تملق‌کاری جامعه را غلام صفت میگردونه. دستا پیش بر بزن. من واقعا من از همین منبرم بازم میگم، من واقعا واخری ها داریم، برادرها هست، البته در داخل این چیزا برطرف است. من هر کدامت هر وقتی همراه من روبرو شدی، من از شما خواهش میکنم در وقتی سلام کردن دست بالای سینه نمون. من یک عمل غلامانه میدونم. یک دختر از شوم میتن در بر تخت میمونه، دستش پیش بر میمونه. خب من زنم زیبایی چیز. امروز وزیر هم میبینی، گنرال هم میبینی، ورزشگر هم میبینی، نمیدونم نه از این دوستان هم میبینی دستش پیش بر رنگ کلی نمیگو که تازه آوردن شوش دادن. ایش ما مرد باشین، خدا نکن تا مرد بگیریم پیش یک الکشی مای زده دیوسی احمق دستاتون پیش بر رنگ عروس خودتون نشون میدین.
این چیزش که بفهمی کمتر بگم که با لحنی ساده تر بفهمونم تون. واقعا از پهلو شما رنگ عروس میتوبین وقتی دستاتون در قفس سینه میگیرین قدم زدن نمیدونم رنگ کلینیک نو میارنش در خونه ناز خدا ایسوس میگه هم خختونه نشون میده خداری کنین شما نمیدونم شما فردا چخیلی فرزند تربیت میکنه و پسر شما میبینه وقتی یه پسر پدرم میبینه باید دنبال پدرش بره پدرش پسر شما دنبال کی بره رنگ خطا میکنینشون کجا میخواین ببرین جامعه را کجا میخواین برین مردم مردم بگیرن رو عمل یا غلامونا را برطرف کنین یک نفر عزت حرمت کردن در آداب است گفتار است رفتار است در قول است مرد اساس قول داره در قول است اون نیست که مهم تا دست بالای سینه مونی بر نشون میده که من تدا محبت دارم نه مردم پرت این چیزا واقعا میگم این چیزا پرت این زبنده مرد است دست پیش بر یا تعظیم کردن خداری کنین از این چیز ورزشگرش هم این روز میبینی دستش بالای قفس سینه‌اش وزیرش هم میبینی گنرالش هم میبینی کجا رفتید کجا رفتید